این فرشته اعتراف کرد. اون دستور پاکسازی و داتا شیطینی که جرأت داشتن صحبت کنن و از همه حمایت میکردن رو خاموش کنه تا صداشون در نیاد. خب دیگه ساکت موندن اشتباستا، می جنگیم با شما تا پای مرگ ما. تازه مردم فهمیدن که بکشن فرشته. وقتی بیایم هدیه ای تو دستمون نداریم، ولی تو تابوتاتون یه سورپرایز براتون داریم تا بفهمیم پادشاه جهنم کیه. چون من و خشمم چه پایان میده به آخرین روز زندگیتون، چون من و سیلم چه پایان میدم به قدرت هرچی فرشته. پس برو بمیر چون دارم سراغت میام، من کابوستم تا بچشی قدرت منو.